آدم وقتی خلاف و دید، ظلم و دید، به آدمش نگاه نمیکنه، هر کی باشه. اینو مالو کجا؟ اصلا من نمیتونم قبول کنم ایرانیت. خدا شاهد ای بتونم یه راحت تر از این به شما بگم. میشه ایرانی باشی و دلت برای هموطنت نسوزه؟ بگی آقا من میبینم میاد سر کوچه وای میسته، زندگیش نمیچرخه. شمایی که تو این مملکت نون میری بگیری، میبینی بهت میگه شما آقا هفته پیش 10 تا گرفتی، 20 تا گرفتی. از نون خریدن مردم اطلاع داری؟ از دزدی‌های مسئولین اطلاع نداری؟ این درد نیست؟ مسئولی بیاد بخوره و ببره، خودش زن و بچه‌شو ببره خارج بذاره، بیاد اینجا مسئولیت بگیره، پولای این ملت رو ببره. شما نمیدونید همه با همین. واقعا دلسوزتر از این مردم و براهتر از این مردم نیست. همه خارج از کشور دلارا رو بردن، پولا رو بردن، لذت‌ها رو دارن میبرن، مردم باید زجرشو بکشن. هر جای دنیا بود 2 روزه براتون می‌داشتن. اینقدر مردم تحت فشار باشن، قشر فقیر جامعه بشه 70%. کشوری که جز 10 کشور ثروتمند دنیا. شما نمیتونین بچرخونین. خب آقا برین. مگه ارث بابا نتونه؟ چرا 6 سال حکومت کردی نتونستی؟ خب بدین دست مردم دیگه. تمام نابغه ها این مملکت برن، متخصصا برن، شماها بمونی. بعدم میگن حرف نزنی. 45 سال 46 سال شما حرف زدی این مملکت. دلت نمیسوزه که مملکت این همه ارج قب داشت؟ حالا بیاد هر جای دنیا بره بهش بگن تروریست. آخرش که چی؟ هر سال آینده بهتر میشه. نه من منافقم، نه دزدم، نه اختلاسگرم، نه نمیدونم مهاجرت میخوام بکنم، وطنمو دوست دارم، با خانواده‌ام همینجا میمونم، همینجا میمیرم.